درود، خوش اومدید به قسمت دوم برنامه متال بتل. اگه قسمت اول ندیدید و قانون بازی آشنایی ندارید، پیشنهاد میکنم اول قسمت اول رو ببینید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. دفعه آخرت باشه جامعه میشینی ها. چه صافت. سلام علیکم. میبینم که پلیرهای قدیمی آقا محسن و آقا مرشاد قربونتون برم سلام عرض باشین. آقا جواد موضوع امروز چیه؟ خب به نظر شما چی میتونه باشه؟ ورزشی؟ نه سیاسی. آقا سیاسی کجا بود؟ حالا سیاست. آقا موضوع رو خودتون لطفاً خب بچه امروز دوباره با جغرافیا خوراکمه مال این حرف. من صبح که بیدار میشم اول یه دور نقشه رو میخونم بعد من تنها درسی که تو دوران ابتدایی راهنمایی میخوندم جغرافیا بود. چون به دردت نمیخورد. چون استاد بودم خودم. به نظرتون. خب اگه موافقین که بریم شروع کنیم دیگه. بریم. آقا جواد شروع بریم. لزباو. پل گلدن گیت در کدام شهر آمریکا واقع شده؟ 1. نیویورک 2. واشنگتن 3. سان فرانسیسکو 4. تگزاس. آقا محسن گزینه 3 سان فرانسیسکو. احسن. 10 امتیاز برای آقا محسن گل. خیلی ایزی بود سوال اول، خیلی ایزی بود. یعنی من 10 سال سابقه خدمت ادارجات‌های سان فرانسیسکو داشتم. پل گلدن گیت زمان شما پدر بزرگ من با یه سیخ جلو کباب عوضش کرد. بچه میگه پل گلدن گیت یه پل معلق توی سان فرانسیسکو آمریکاه که این شهر رو به شمال ایالت کالیفرنیا وصل میکنه. خب چجوره؟ قربونتون برم سلامت. من همیشه از اون ور میرفتم. با ماشین یا پیاده؟ تو کمربندی میرفته. بفرمایید. خب سوال بعدی. در کدام ایالت‌های متحده آمریکا مارهای سمی وجود ندارند؟ 1. تگزاس 2. آلاسکا 3. کالیفرنیا 4. اوهایو. من زودتر زدم. آقا جواد شما کی زودتر من فکر میکنم مرشاد زودتر زد ولی نمیدونم از برم محسن دیگه. خودتون یه طوری کنار بیاین دیگه. سنگ کاغذ قیچی کنیم. سنگ کاغذ قیچی کنیم. بفرمایید. سنگ کاغذ قیچی. دیر آوردی. من جوابم آلاسکا. آفرین. درست بود. 10 امتیاز برای مرشاد. که بیدار میشن در مورد این قضیه صحبت میکنن. چیزی خب کدام کشور بیشترین دریاچه‌های طبیعی را دارد؟ 1. آمریکا 2. فرانسه 3. آلمان 4. کانادا. آقا محسن گزینه 4 کانادا. درسته؟ فکر میکنم دو سوالا سرقت شده. درسته آقا محسن. 10 امتیاز برای آقا محسن گل. بارش کنم چون تو دورش دریای دیگه آب و نمیدونم اقیانوس و بله درسته. عجیبه همش دارن صحیح جواب میدن. نمیدونم خدای اطلاعاتش تو جغرافیا بالاست. خدایی بالاست. بله میگم. خب سوال بعدی. ایالات متحده از چند ایالت تشکیل شده است؟ 1. 50 ایالت 2. 44 3. 60 4. 55. مرشاد 54 از یه یا خدا 54 اصلا داخلش نبود. 55 ببخشید من ایمان خب فرقی نمیکنه. دوباره غلطه. آقا محسن 44 باز هم غلطه. دیگه نوبت دیگه خیلی داره سوال سوم جواب سوم بهتره که زنگ مد نظر بگیر. من زودتر گزینه اول درست. بله چند بود؟ گزینه اول چند بود آقا؟ ایالات متحده شامل 50 ایالت می شود. 50 ایالت. بله. رونده. میدونی چرا رونده؟ چرا؟ چون سس هندی تنده. کدام کشور بالای مکزیک قرار دارد؟ 1. برزیل 2. امریکا 3. کانادا 4. پاناما. من زودتر زدم قطعا. خیلی همزمان نه همزمان بود. من چیز میکنم خیلی همزمان بود. دستا رو پا بذارین. دستا رو پا 1 2 3.
نشاد بابا زودتر زنگو کند. من زودتر زدم بابا، اصلا زنگم رفت. این رفت آقا تازه این زد. فرار ببین، کرد. ببین من از خود گذشتگی میکنم. بفرمایید. برزیل، آمریکا، کانادا یا پاناما کدومش؟ گزینه 2 آمریکا. کاملا درسته. درود. میشه کمتر از اینم میشه آقا جان. محسن از میشه شما جان. انتظار نمیره. قربون شما عزیزی. ولی جوجه رو آخر پاییز جوجه رو ول کن مشا جان، یعنی ما به علاوه جوجه شما مستر سیس و از املاکی‌های بزرگ باید آقای جغرافی هم به ویژگی خاصت اضافه بکنیم. این میدان گردش میدانی در املاک هست. این میدانه میدان میدان آماده جام جهانی مکزیک، کانادا، آمریکا باشید. بزرگترین جزیره جهان چیست؟ 1. گرینلند 2. انگلیس 3. کره جنوبی 4. اندونزی. محسن دستم در رفت از زنگ. میگم محسن جان کره جنوبی انگلیس نه، گرینلند فکر کنم گزینه 1 بود. گرینلند گزینه 2. حالا عددش من چیز نیست، فقط واسه اینکه درست بگی شما. حالا درست بود. شما بگو. گرینلند درست میباشد و این سوال ویژه بود 20 امتیاز. میشه جونه ببین به تو میرسه آقا محسن، به تو میرسه. والله من اصلا یا آرگه برنامه تو این قسمت از برنامه والله از این این آرگه هیچ گونه از همین الان داره باختش توجیه. بچه‌ها حرفاشو نخورید. اطلاعات مربوط میگه که گرینلند با فضایی برابر با 2,930,800 کیلومتر مربع بزرگترین جزیره جهان است که بین اقیانوس اطلس و اقیانوس منجمد شمالی قرار گرفته است. به نظر من بزرگترین جزیره آبادانه. کجا؟ آبادان. میگه آبادان جزیره است. بله که جزیره قلب. یعنی آبادان هم جزیره است، هم کشور، هم پایتخت نوشابه بود. لوله کشی می‌کردید نوشابه. بس. چه شهری به شهر کانال ها معروف است؟ 1. پاریس 2. روم 3. ونیز 4. واشنگتن. نشا؟ ونیز. کاملا صحیح. خودت خاصی باهات کردم. شما اطلاعات ببین عجیب اصلا اطلاعات من، تو میدونستی اون نقشی میدونستی کره زمین رو من طراحی کردم؟ اون قسمت های پایین هست ریزه، همون پایینی که میگی بیار ازش پایین. بفهم. ونیز که با نام شهر کانال ها و شهر شناور نیز شناخته می شود، این شهر با کانال های پیش در پیچ و معماری خیره کننده سالانه گردشگران و مهاجران زیادی رو به خودش جذب میکنه. اینم خاطر اطلاع بش یه ونیز فردا صبح زود ساعت 11 بریم صبح اونجا یه کافی بزنیم و برگردیم. 4 سال میخوای بری کویر یزد، 4 سال کویر یزد نمیتونی بری. کدام کشور آفریقایی بیشترین جمعیت را دارد؟ 1. آفریقای جنوبی 2. نیجریه 3. مصر 4. کامرون. تو شما اینقدر همزمان میزنی؟ به خدا نمیتونم بگم، خیلی همزمان زدی. اصلا خودت بگو صادقانه. گزینه 2 نیجریه یعنی؟ نه آفریقای جنوبی بود اگه اشتباه نکنم. اشتباه گفتن نیجریه. زنگ نزدی آقا محسن؟ آقا دیگه سوال دوم جواب نه خواستم اذیتت کنم. مشکل نداره. نیجریه کاملا درسته. نیجریه و جا دارم توضیح هم بدم، بین کشورهای مسلمان هم بیشترین جمعیت رو نیجریه داره. درود. حقش درود. خدای حقش. دوست دارم محسن. ایوه. چیزی که دوست ندارم میفشاد. لعنت بر تو. کدام کشور بزرگترین تولید کننده قهوه در جهان است؟ 1. برزیل 2. پرتغال 3. آرژانتین 4. کلمبیا. نشاد برزیل. این اگر نمیگفتی دیگه من اصلا درصدش میدونم چند درصد قهوه مال برزیله. 40%. اینو کی نمیدونه؟ اینو من 40% قهوه جهان رو برزیل تامین میکنه. 60% مابقیش مال آبادان. خب بچه‌ها نشاد این سوال ویژه بود. 20 امتیاز برات. اصلا تو گنج خودم نمیپوستم. کدام کشور به سرزمین هزار دریاچه معروف است؟ 1. نروژ 2. روسیه 3. فنلاند 4. سوئد. بفرمایید. با دیگه شما زودتر زدی من قبول دارم.
گزینه 4 سوئد. گزینه 4 غلط. دیگه برای چی زنگ میزنی؟ نوبت منه دیگه. آقا فنلاند. خیلی ایزیه. درست گفتی. یه جایی کار میلنگه من نه ببین کار اتفاقا نه بچه یه قانون بیاین حالا جلو خود ویدیو جلو بچه‌ها یه قانون بذاریم که اگر چیزه اون نفری که حالا اشتباه جواب میده دیگه نفر دوم نیاز به زنگ نداره. اینطوری بهتره چون خیلی واقعا داره همزمان در میاد. خب کدام کشور خارج از مناطق قطبی بیشترین یخچال‌های طبیعی را دارد؟ 1 نروژ، 2 کانادا، 3 فنلاند، 4 سوئد. کی زودتر؟ من زودتر هستم. من دیگه چشم نمیتونه تصحیح کنم. گزینه 4 سوئد. اصلا میگم بفهم درسته؟ میگی؟ اشتباه میگی. دیگه زنگ نمی‌خواد. دیگه زنگ نمی‌خواد. بگو. میشه گزینه ها رو یه بار دیگه بگی؟ من نه. اشتباه میکنم. پس گزینه 2. آفرین. کانادا گزینه درسته. شما برنده یک دستگاه. همیشه شانس با من یاره. من خود گزینه تو ها سر رو اون شانسی که با تو یاره. از اون حافظه و قدرت و حس شیشم هم استفاده میکنم. میدونی من چاکرام بازه؟ کدام کشور بیشترین آتشفشان‌های جهان را دارد؟ 1 فیلیپین، 2 چین، 3 ایتالیا، 4 اندونزی. مرشاد. نه من زودتر زدم. چیزی که من دارم از اینجا فیلیپین. میگیرم. خب اشتباه میگی محسن جان. فیلیپین. گزینه 4 اندونزی. کاملا عجله نکن. شاید من اشتباه گفتم. گرچه من هیچ وقت اشتباه نمیگم. تو چشام نگاه کن. تو چشام نگاه کنم و دستت بسه تو دستم. حالا دستاتون یه دقیقه جدا بکنید. بفهم. زشته. اندونزی کشوریه با 500 نقطه آتشفشانی که در حال حاضر در حدود 129 تا از اونها فعاله. خب و توی سال 2010 2011 انقدر این آتشفشانا با هم به قول معروف چیز کردن همزمان فعال شدن آسیب بسیار جدی وارد کرده به این کشور. یه خواستم به صورت عامیانه براتون توضیح بدم. 129 تا اداره فعال تو کشورمون نداره. آتش فشانا با هم. کدام کشور در قاره اروپا و آسیا قرار دارد؟ 1 کرواسی، 2 صربستان، 3 ترکیه، 4 قبرس. نشاد؟ صربستان. علی صادقی درون زد بیرون. خب بگو محسن جان بگو. همسایه عزیزمون دوستان ترک قربونتون برم من خودم گلدن کشور ترکیه ساق Türkiye uşaqları تا فوش ندادی فکر میکنم که خب جواب چی بود آقا؟ گفتم دیگه ترکیه دیگه گفت دیگه چینی خود صحبت خود نکرد خود خواستم چیز کنم جواب بدوزن نشد. خب تنها قاره بدون زنبور کدام است؟ 1 استرالیا، 2 اروپا، 3 قطب جنوب، 4 آسیا. گزینه 3 قطب جنوب. کی گفت تو زودتر زدی؟ کی گفت تو زودتر من زودتر زدم. کی گفت تو زودتر زدی؟ آقا این برنامه موضوعی ببین آقا جواد زودتر زد. والا قلبن که دوست دارم بگم محسن زودتر زد ولی جسمن انصافا نه جسمن که بعد بهت میگم انصافا مرشاد زودتر زد. قطب جنوب درسته. باش آقا باش ببین اصلا سوالاتون خیلی ایزیه آقای مجری. آره باشه کارنامه‌شو ما قبل مسابقه داشتیم میدیدیم تنها درسی که حالا یه دونه محسن مسابقه برده فکر میکنم خبریه. خب بس پر جمعیت ترین شهر جهان کدام است؟ 1 مانیل فیلیپین، 2 پکن چین، 3 توکیو ژاپن، 4 دهلی نو هند. گزینه 3 توکیو ژاپن. دوست دارم نوکرتم دوست دارم محسن از علاقه قلبی خودم. اجرمیتش هم خونده بودم حالا دقیقش من حدودی میگم ما شهر توکیو
پایتخت ژاپن با جمعیتی بیش از 37 میلیون نفر پر جمعیت این شهر جهان است و رنک 1 داره. رنک 13 به تهران تعلق میده. فکر کنم 13 میلیون اگه اشتباه نکنم 13 میلیون. بچه‌ها تهران لایک و سابسکرایب و کامنت فراموش نکنید. بچه‌ها تهران پرچمشون بالاست. کوه فوجی در کدام کشور است؟ ایتالیا، 2 اندونزی، 3 ژاپن، 4 کره شمالی. کره شمالی. مرشد بگو. گزینه 3. چی؟ گزینه 3 چیه؟ اندونزی. گزینه 3 درسته. خب ببخشید ولی اندونزی غلط. آقا چون نمیشه. آقا یه لحظه همون اول گفتم گزینه 3 ولی یادم رفت چی بود. گزینه 3 درسته. شما اسم یه کشور اشتباه آوردی. الان شما آقا به من بگو اصلا گزینه 3 رو ول کن. بله. شما کدوم کشوره به من بگو؟ اسم کشور. اسم کشور رو بگو. یادم رفت. بچه یه چیز قابل توجه، سوالا رو صورت سوالا رو فقط شما میبینین، بچه‌ها نمیبینن. بچه‌ها فقط میشنون این قضیه رو، به خاطر همین نمیدونن. خب بگو. گزینه 3. خب گزینه 3 چیه؟ آقا درسته دیگه، مهم اینه که درسته. آقا گزینه 3 شاید شیلنگ آباد اهواز بود. مهم اینه که درسته. شاید تو آباد نه من نمیپذیرم. قبول نیست. اسمشه بگو. گزینه 3 چی بود؟ آقا شما صبر آقا 1 2 محسن 80 امتیاز منفی برای تو. با اجازه بده از من. بله. بچه‌ها 1 2 3 محسن لطف می‌کنید. نه نمیشه گزینه رو نمیشه. بکنیم. اصلا راه نداره. گزینه 3 خب کشورش هم مشراگه چیز بود. میدونم تو آسیا بود ولی آقا من یه بار دیگه گزینه ها شما آقا یه لحظه من یه چیزی بگم. من دیگه گزینه رو درست گفتم دیگه، زنگم زودتر زدم دیگه، اسمشو بگو دیگه. خیلی چیز میکنی. گزینه ها جابجا، اصلا گزینه نگو. خب 4 تا کشور بوده دیگه، 4 تاشو جابجا بگو. من این انتخاب میکنیم کدوم بوده. گزینه هم نمیگیم، ببینیم جواب با کشور میدونیم یا عدد میدونیم. اوکیه بفهم. یعنی گزینه ها رو بخونم الان. گزینه ها رو بخون جابجا فقط کشور. دهلی و نوهند. این مال پکن. جمعیت بود. جان؟ مال جمعیت بود. گزینه‌ای که داری میخونی. آها ببخشید عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم. کره شمالی، اندونزی، ایتالیا یا ژاپن. اصلا زنگ نمیخواستی. شما قرار شده یک کشور بگی بین اینا، منم یک کشور بگم. اندونزی. کره شمالی. چی کار بکنم با شما؟ شولکس کی غلطه، دوتاش غلطه. لطف کنید 2 تا گزینه باقی مانده بخونید. لطف نمی‌کنم کلا اصلا این سوال میسوزونمش، چون این سوال خیلی لش شد. نه شما نسوزون. یه سوال بار دیگه اون 2 تا سوال اصلا کلا سوخلی دیگه. خود یه 2 تا گزینه دیگه مونده مشخصه دیگه. خب بفرمایید. سوال بعدی. قلعه ادینبورگ در کدام کشور قرار دارد؟ 1 اسکاتلند، 2 نروژ، 3 ایرلند، 4 ولز. محسن اسکاتلند. کاملا صحیح باشه. خیلی ایزی بود، خیلی سوال آسونی بود. 6 ماه تو قلعه داشت زندگی می‌کرد. بله. من رفتم پرنسس رو با اسب سفیدم اونجا نجات دادم. آقایی که فاز شرک برداشتیه. شرک. شرکی. کدام قاره به عنوان قاره سیاه نیز شناخته می شود؟ 1 آفریقا، 2 آسیا، 3 اروپا، 4 استرالیا. یا داداش چرا زنگ منو برهم کنی؟ من زودتر زدم. زغالی شد اینجا زنگ منو. یه بار دیگه نمیشه شما اصلا. تو قسمت اولم شما این کار با من کردی. من یادم نمیاد. چه کاری بود؟ بچه‌ها یادشون میاد. اگر ندیدید برید قسمت 1 رو ببینید یادتون میاد. احسن. آره. خیلی. شما اونجا زدی. آقا به خاطر اینکه چی؟ لطف کرد و چی کار کرد؟ چی کار کردی راست؟ آفریقا. من گفتم به زبون آوردم. نگفتی. من به زبون آوردم. درسته. بچه فیلم ببین. آقا شما مرشد جان الان شما سر چه حساب کتابی جواب دادین؟
سر چه حساب 5 کتاب؟ نمازش کم بود 10 تا بذار. آقا یه لحظه آقا من داور چی- من مسابقه چی- داره از داور شما مسابقه سوال شما. میکنه که سر چه حساب آقا کتابی؟ بذار آقا یه لحظه داور مسابقه شما لطف کن بگو کی زودتر زنگ زد. دستمالت بذار کنار، یک دو سه دیگه میگم دوباره بله، زنگا رو بفرمایید. بزنیم. 1 2 3. نه محسن زود زدی. نه محسن رو 2 زدی. 1 2 3. محسن بگو. آفریقا. کاملا درست. خیلی دیگه داور پولیه. دیگه همینه که هست. پولیه نه؟ نه بفرمایید. تو اعلام فقط نتایج یک پولیش ظرف به گز، نشون میده. یک کاسه گز قبل مسابقه دادیم به داور. حالا توش پسته بوده چی بوده دیگه. محسن جان شما داده و میگم گز داده و ندادت عزیزی. تنها کشوری که با بریتانیا همسایه است کدام کشور است؟ 1 اسکاتلند، 2 ایرلند، 3 ولز، 4 فرانسه. محسن خیلی داری زود میزنی. الان این دفعه از قبول میکنم، یه دفعه بعد آقا قبول. نه قشنگ سعی تا میزه. بفرم. بگو محسن. گزینه‌اش یادم نیست ولی کشورشو بلدم. بفرمایید. ایرلند. حالا اینکه گزینه چند بودش یادم. حالا اشکال نداره، ایرلند گزینه صحیحی باشه. درست. در امتیاز جونت. برای آقا اون محسن. زمانی که قاچاق مشروبات الکلی از ایرلند میکردیم به انگلستان شما کجا بودی؟ کجا بودی؟ ما شوتی بودم 5 تا گلوله خوردم. بیشترین گردبادها در کدام قاره رخ میدهند؟ 1 آمریکای جنوبی، 2 آمریکای شمالی، 3 استرالیا، 4 آسیا. زدم تموم شد دیر اومدی. دیگه داری خیلی دیگه کار. بفهم جواب. با اجازه بفهم خواهش میکنم. آمریکای شمالی. کاملا از درست. طوفان اومد آمریکا این مدت داغون شد و جا دارم این نکته عمرانی هم بگم به جانهاشون رو چوبی میسازن شنیدن از اینجا. درسته؟ خونه های اون مناطق دلیل این چوبی ساختنش اینه که خاطر این طوفان های زیاد یک هزینهش کمه نسبت به مساله. درست. 2 تخریبش آثار کمتری داره و همچنین زنگادارا خیلی راحتن ساختش زودتره. یعنی شما تو 1 ماه و نیم میتونی یه خونه یه چوبی بسازی ولی خب با مسئله آره دیگه. حالا دنبال حرف محسن جان میگه آمریکای شمالی مکانی که حدودا 1200 گردباد در سال توش حالا رخ میده. 20 گردباد. فکر کن یارو میره آشغالاشو میذاره دم در یه گردباد میاد آشغالای بردن میبره. من بودم از پنجره مینداختم بیرون صبح که بیدار میشدم رفته بود. Next question please. حبشه نام مستعار کدام کشور آفریقایی است؟ 1 مراکش، 2 مصر، 3 لیبی، 4 اتیوپی. لنگاس الان این چه طرز زنگ زدن؟ آقا زنگه من خراب شده صداش در نمیاد. از بس که میزنی محسن تو چرا وسط کار دوباره انفکتوس کردی؟ گیر که یا سی پی یوش داشتم گزینه ها پیش خودم ریپلی میکردم. مرشاد بگو. من عذرخواهی میکنم میشه گزینه‌ها رو یه بار دیگه بخونید؟ من یادمه. خب چرا انقدر زود میزنی که من یادمه. اگه میخواید بگم بفرم. اسم کشورش فقط. بله مشکلی که نداره. نه بفرمایید. اتیوپی. کاملا درست. نشنیدی میگم. ببین اصلا عیبی نداره نوش جونت به تو میرسه ایزی داشت. آفریقا چند کشور دارد؟ 1 50 2 51 3 55 4 54. محسن آقا من زودتر زدم دیگه این بار من زودتر زدم دیگه هر جور حساب کنی خودت شرافتت اجازه میده بگی من زودتر زدم. شما یه اخبار ورزشی رو چیز کنید اصلا ولش کن. 54 دیگه چه کاری؟ 54 گزینه صحیح باشد. میدونی که به خاطر چی اینو گفتم؟ دوست دارم نماز. خاطر سهمیه قاده‌های مختلف که تو جام جهانی دارن من اینو شنیده بودم. میدونستی از اروپا از آسیا بیشتر کشور داره آفریقا؟ جدی؟ به خدا. یا بنتلی؟ نه بیشتر داره. خب مسخره دلغک. بیشتر سهمیه‌اش هم تو جام جهانی بیشتره. عجیبه. نه عجیب نیست. عجیبه. خب. 3-2 1 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
جنبندی امتیازها. یه لحظه من خودتون چی فکر می‌کنید؟ خدا خودتون چی فکر می‌کنید؟ ببین در حق من که ظلم شد زیاد، ولی اگه تو بردی میشه جونت، ولی فکر نمی کنم تو برده باشی چون اطلاعات من خیلی بیشتر از این باش. بله آقا جواد لطف کنید. چقدر بیشتر از این حرف هست؟ اینقدر. آها اوکی. بله بفهم. خب آقا محسن گل عزیز دل بنده، سوگلی من از بزرگای خب محسن با 150 امتیاز و مرشاد با 80 امتیاز. 80 الان خوشحال. ببین خدا وکیلی ها الان خوشحال. حد من نیستی. در حد الان میگم این ویدیو آقا یه لحظه حق به حقدار رسید. یه لحظه من یه چیزی بگم. بذار بگم. قبول داری حق خوری شد در حق من؟ کذب چیه؟ کذب کاذبه بابا. کاذب که سقفه. تکذیب چیه؟ چه زیبی؟ بابا جمع کن. نه کذب چیه بچه؟ کذب حالا این مهم نیست، مهم اینه که شما باختی. بعدم باختی. دفعه قبل من 20 امتیاز اختلاف باختم، شما با چقدر میشه 105؟ آقا یه لحظه ماشین حساب زحمت بده، من نمیتونم اینو تا اونجا. بچه‌ها اگر میخواین نمونه بارز ویدیوی بعدی نه یه مرشاد کامنت کنید که به نظرتون کی ویدیو بعدی میبره. بچه‌ها من حاضرم همین شرط ببندم که ویدیوی بعدی با اختلاف 60 امتیاز میکشم. بچه‌ها یه در ویدیو بعدی اینجوریه با اختلاف 70 امتیاز میگیره. هر کی نبره بزن قدش. میگم یه چیز دیگه راستی یادم بچه یه قضیه، اگر میخواین نمونه بارز یک حق خوری رو ببینین بریم ویدیو قبلیه ببینین چطوری حق آقا محسن خورده شد. حق من خود تازه با 20 امتیاز توسط شما. اگه حق من خورده نشد همچنان من صد جدول میشه جونم خوردم تونستم خوردم تو هم تونستی این دفعه. خب میشه جونم حد علمم خوردم. بزن قدش. خب بچه‌ها خیلی ممنون، آقا محسن تشکر، مرشد جان خیلی ممنون که دوباره از شما تشریف آوردین توی قربونتون برم. سلامت باشید. امیدوارم همیشه تو زندگیتون پیشرفت کنید. بست دیگه لایک و کامنت و سابسکرایب بست دیگه. این کار منه، این دیالوگ منه عزیزان. بچه‌ها خیلی ممنون. آقا من دارم صحبت میکنم.